چقدر گرفتاری شدیم ها. این خانوم هم خیال میکنه که من باغبونم. دیگه باید یخته گل تزئینی عوض آقا استی لطفاً زحمت کسی یخته گل تزئینی بکنه بزنی تو گلدون. آخه من چه میدونم گل تزئینی کدومه چجوری باید بکنم. احمد داری چیکار میکنی بابا؟ داری چیکار میکنی؟ السلام علیکم. دارم یخته گل واسه خانم درست میکنم. میخواد تو گلدون تزئینات کنه رو میزو. این چه وسیله سر من قمر زدی؟ نه اسم آقا اینو گشتم سرم که کنم کثیف نشه خاک گلمول بهش نخوره. اینو گشتی سرت کلا رو گشتی روش که خاک نخوره. آخه چه میدونم میگن گنگ مانگا باید این کارا رو بکنه. گنگ مانگا. آره. احمد آقا این گلدون مال کار تزئینی نی. این گلدون باید توش درختچه بکاری. برای کار تزئینی این گلدونشه بگی. این گلدونشه؟ آره بده به من اینو. نه بابا این زرد میوه خوریه. نه بابا جو این مال گلدونه. یه وقت من نگیره این بیشوری. میبینی من ننم میدونم رو میز خونمون اسم آقا همیشه تو اینا پسته مسته میری. نه بابا جون اینجا تو این گل تزئینی میکارن. حالا ورده بکار بره تمومه. تو این بکارن؟ آره. چشم. چرا اینجوری میذاری گلو؟ آخه چه جوری بس بذارم اسم آقا؟ بابا جون باید این لامسته رو بذاری اینجا یه مش خاک اول بریزی توش بعد اونو از ریشه در بیاری بذاری این وسط دورشو خاک بریزی صف بکنی. خب این ریشهشه دیگه. بابا این ریشه نیست این خود گل تازه این گل نیست گل تزئینی اونه. این من نمیدونم چه زهرماریه. دومندش این سر گل ریشش تو خاک تو تا حالا دیدی که یه وقت گلو از این بری بکنن ریشه هاش گل بده؟ از کجا معلومه که این ریشه نیست و گل زیرش نباشه؟ اما تو داری این بیشوری تا قلب منو وامیسونی. تو آخر از این بیشوریت منو میکشی. اسمان آقا جون لفتن حرف دهنتو بفهمزن که تو ما بیشوری. ما 20 سر 30 سر دیگر شما داریم کار کنیم پر شعوراتی. من اصلا بهترین باغبونم. شما هم خیلی باشعوری هم بهترین باغبونی. بله اسمان آقا من اصلا احمد باشعور معروفم. اطلاعات عمومی من 1000. شما هر کی سوال داری بکن من بهت بگم جوابشو بدم. شما هم اطلاعات عمومی داره بالا. اطلاعات عمومی من بره بالا. بله. نه شما فقط یه دونه سوال بنده از شما میکنم شما جواب بدین. فقط یه دونه سوال. شما لطفا 1000 تا سوال بکن. برای ما که فرق نمیکنه. ما وقتی شعورشو داریم صفاتشو داریم و معلوماتشو داریم به شما جواب میدیم. احمد آقا یه سوال ازت میکنم خیلی ساده که هر بچه مدرسه‌ای بدونه. بفرما. این چیه؟ سیاه پرنده سان سیاه میشینه لب دیوار قارقار میکنه بعضی وقتا میاد لب حوض صابونا رو میذاره بهش هم میگن خبرچین. پرنده است سیاه میشینه لب دیوار قارقار میکنه. اسمان آقا آخه این سواله میکنی. آره حالا بزرگا بفهمن مسخرت میکنن بهت میخندن. از احمد با شعور معلومات 1000 این سواله میکنی. بفرمایید شما همین سوال جواب بدید من قبول میکنم. ما با شعوریم بنده بیشعورم. یعنی شما فرمودید که یه پرنده سیاه میشینه لب دیوار بعد میاد لب حوض صابونا رو میذاره قارقار میکنه بهش هم میگن خبرچین. این چیه؟ این چیه؟ این سوال من دارم از شما سوال میکنم. جوابش که میخواد. جوابشه که من نباز بدم تو باز بدی. پس سوال کی جواب میده؟ بابا جون من سوال میکنم شما جواب بده. احمد منو داری میکشی. خب سوالتو بکنه آقا چرا بس حرف بی خودی میزنی؟ بابا جون 10 دفعه سوال کردم. یه پرنده از سیاه میشینه لب دیوار قارقار میکنه بعضی وقتا میاد لب اون صابونا رو میدوزه بهش هم میگن خبرچین. پرنده از سیاه میشینه لب دیوار قارقار میکنه. اینو میخوان جواب شما بدن؟ آره. خب این که کاری نداره اسمان آقا. خب کاری نداره بگو. اینو؟ آره. میدونی بهش چی میگن؟ چی میگن؟ اینی که لب دیوار میشینه قارقار میکنه. بله همینو بهش چی میگن؟ میگن یوزپلنگ. به این میگن یوزپلنگ. نمیگن یوزپلنگ؟ یوزپلنگ میشینه لب دیوار قارقار میکنه بعدم میاد صابون میخوره. یوزپلنگ درنده است تو جنگل حیوونا رو میگیره پاره میکنه میخوره. یوزپلنگ کلاغ نیست اینو بهش میگن کلاغ. کلاغ این که من گفتم که خواهی نمیگفتی من خودم میگفتم دیگه. شما فضولی میکنی زرتی جواب میدی. من فضولی میکنم؟ من به تو گفتم چیه تو گفتی یوزپلنگه. بابا جون یه سوال دیگه ازت میکنم. بفرما. از اولی هم ساده تر. بفرما. آقا جون این چیه؟ 2 تا سیاه میشینه لب دیوار قارقار میکنه بعضم میاد صابونا رو برمی‌داره بهش هم میگن خبرچین. 2 تا سیاه میشینه لب دیوار قارقار میکنه. اصلا آقا منو گرفتی. بفرمایید. خب این معلومه دیگه. خب اگه معلومه بگو. 2 تا یوزپلنگه. بس میگه یوزپلنگه. یوزپلنگ میشینه لب دیوار قارقار میکنه. بابا جون این 2 تا کلاغه. 2 تا کلاغ. 2 تا کلاغه. 2 تا کلاغ. این 2 تا کلاغه که من گفتم.
خب پس یه سوال دیگه که من خودم بگم. شما تو نگو، من خودم جواب میدم. یه دونه سوال دیگه بکنم، آروم گوش کن چی میگم. بفرما. یه حیوانی هست، اونم پرنده است. بله. اولی هم نیست. بله. این یه پرنده یه میشینه رو آب دریا، یا میشینه رو آب رودخونه، یا میشینه رو آب حوض، یعنی هم شنا میکنه هم پرنده است. ماده‌هاش قهوه‌ای ان، نراش کله‌شون سبزن. حالا داره میگه گوش کن ببین چی دارم میگم. کلش سبزه، اینا میگیرن باهاش فسنجون درست میکنن. خانم همیشه باهاش فسنجون درست میکنه. خودم میرم همیشه میخرم. آفرین. خب حالا اسم این چیه؟ اسم این که فسنجون درست میکنی میخوری. رو آب دریا میشینه قات قات میکنه. ستا یوسفلنگی. احمد این دیگه ساده ترینه بابا، این اردکه. اردکه دیگه. اینو که باز دوباره من گفتم. احمد این دوتاری منو میکشی بهت میگم. اسمان آقا شما سوالا بیریخ میکنی، سوال خوشگل رو که من جواب بدم. دیدی من یوز پلنگو بلد بودم گفتم واسه. یه سوال میکنم که خیلی ساده باشه که دیگه بتونی بگی. اگه احمد نگیان اصلا روحوزه میشی دیگه، با من نباز حرف بزنی. آقا جون این چه حیوانیه که توی جنگل حیوانای دیگر رو پاره میکنه، تنش خالخالی، پوستشو میکنن برای خانما کت درست میکنن. 3-4 دفعه من هر سوالی هم از تو کردم تو همونو جواب دادی. حالا اسم اون حیوان چیه؟ تو میری میدونم. خب بگو. 4 تا کلاغه نه؟ وای